این هفته خبر تو خبر داره براتون از بادکنک ثباتی که ولی فقیه میخواست تو نمایش حکومتی 22 بهمن هوا کنه، ولی 3 روز بعد توی خیابونهای ایران حسابی ترکید. خامنه‌ای که تو روز 25 بهمن دلش رو به بسیج نیروهای سرکوبگرش خوش کرده بود و فکر میکرد هیچ صدایی در نمیاد، با شعارهای مرگ بر دیکتاتور فیوز پروند و چرتش پاره شد. مثل این از اونجایی که هر وقت بحث تحریم و حمله نظامی بالا میگیره فیل ولی فقیه هم یاد فیلم هندی مذاکره میفته، این بار هم جلیلی گاگول رو به صحنه فرستاد تا درخواست مذاکره سر موضوع هسته‌ای رو مطرح کنه و باز هم برای نظام زمان بخره. دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به نامه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمادگی جمهوری اسلامی ایران رو برای ادامه گفتگوها اعلام کرد. البته اونایی که تاریخ خوب یادشونه میدونن که موتور مذاکره با نظام سیدعلی یه موتور بدون چرخه که به جایی نخواهد رسید. و اما بپردازیم به نمایش حضور چند صد میلیونی ساندیس مداران در روز 22 بهمن، به طوری که حتی تیوی ریش نظام هم تاثیرگذاری حماسه ساندیس در عرصه بین المللی رو پیش بینی کرد. مخاطب زبان من با کسانی است که در گوشه و کنار دنیا این برنامه رو رصد میکنن. حتما امروز بعد از ظهر خواهید گفت فقط 10,000 نفر به میدان آمدن. امروز کلمه مردم رو با ساندیس به میدان آوردن حرف ناپسندیده است. کلمه گفتن با اتوبوس از اطراف تهران مردم رو به پایتخت آوردن سخنی بس سخیف هست. بله، حالا چند صحنه ناپسندیده و سخیف از همین حماسه حضور رو ببینیم. حالا بریم و از نزدیک با تعدادی از این عناصر فرهیخته و ساندیس فهم آشنا بشیم. بفرم با دیدن این همه مردم توی خیابونا چه حسی بهتون دست میده؟ الحمدلله توی انقلاب، الحمدلله، خدایا شکر. فکر میکنید این مردم برای چی اومدن توی خیابونا؟ الحمدلله سی پیروزی. بله، خدایا شکر. خب که چه شعاری به آمریکا و اسرائیل بدن؟ خدایا شکر. این هم شان کانری با لباس جیمز باند در کارنوال 22 بهمن. ننگ فقط میتونه به من میخواستم چه اتفاقا شعارم بنویسم آمریکا بمیر، از حضور این ملت آمریکا بمیر. و این هم 2 دانشجوی بسیجی. آقا تحریم‌ها و تهدیدها تأثیری داشته؟ به جون خودم خدا وکیلی نه، یعنی اصلا باورت نمیشه شده. ما الان داریم از خیابون دماوند میایم آقا پیاده، یعنی خدا وکیلی جمعیت خیلی زیاده، یعنی خدا هم فقط ما پشت رهبریم، اصلا تحریم هم حالیمون فقط رهبر.
خب بعد از این راهپیمایی طولانی یکی از همین بسیجی‌ها رو آوردن توی استودیو تا احساسش رو بگه. اما با وجود این که خیلی ساندیس خورده هنوزم تشنه است. پاسگزارم باشه بس دیگه، شیر بس دیگه، شما باش لگد مگد نزنی. خیلی خوش آمدید. حالا میریم سراغ آثار هنری و جشنواره فیلم زجر نظام که امسال فیلم‌های ولایت پسندش با استقبال بی‌نظیری مواجه شد. الان فیلم که تمام نشده، چرا سالن رو ترک کردید؟ راستشو بگم خیلی مزخرف بود. دیگه نمیشد بخوابیم، باید میومدیم بیرون. به نظرم میرسه که تلقی که دوستان از فیلمسازی داشتن تلقی ساده‌ای بوده. آقا چطور بیداری؟ بسیار در واقع فیلمنامه‌اش غیر واقعی بودش. خیلی مسخره بود، یعنی حیف وقتی که صرف این فیلمه کردم. این شمقدری شنبلغوزی معاون سینمایی وزارت ارشاد بعد از برگزاری این جشنواره مسیر آینده فیلمسازان در ایران برای دریافت جوایز در جشنواره بعدی رو ترسیم کرد. ما دنبالی هستیم که همونجور که نظام میاد به یک سری افراد اعتماد میکنه، میگه اینا چون نماینده مجلسن و یک حوزه‌ای رو، یعنی یک گیت هایی رو رد کردن، اینا اجازه دارن بیان توی مجلس راحت حرفاشون رو بزنن. درست شد؟ یعنی نظام بینا اعتماد کرده. یا گفتم مثلا در با ائمه جمعه محترم اینا همه مورد امین نظامن دیگه، لذا اجازه دارم بیان صحبت کنم. ما باید بریم به سمتی که در حوزه سینما بخصوص در بخش تهیه کنندگی و در بخش کارگردانی به افرادی برسیم که واقعا اینا امین نظام بشن. نیاز نباشه که من بهش چیزی یاد بدم، خود اون بیش از من نسبت به منافع ملی، نسبت به آرمان‌های نظام و انقلاب توجه داشته باشه. که الان فیلم ساختن به نظام وفادار، هیچ کس مخالف نظام نیست. وارد مرحله خواهیم شد که مجموعی از فیلمسازان و بخصوص تهیه کنندگانی خواهند بود که عین همون ائمه جمعه، عین همون نمایندگان مجلس، هم بر منافع ملی، هم پای آرمان‌های نظام و هم ارزش‌ها خواهند بود. پس با این حساب باید منتظر باشیم که دفعه بعد جایزه بهترین کارگردانی رو به احمد خاتمی بدن. بله، وقتی که توی این نظام کارگردان بشه مثل امام جمعه، اون وقت نباید تعجب کرد که نمایشگاه مد لباس بانوان هم با حضور این جانوران برگزار میشه. و برای خانم ها، طراحان، تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک اسلامی بانوان از امروز یک نمایشگاه ثابت پیدا کردند. نمایشگاه دائم مد و لباس اسلامی ایرانی. انشالله ما میتونیم میزبان و پذیرای علاقمندان تو این حوزه باشیم. ماجرای قرار گرفتن بشار اسد روی سرسره سقوط هم حسابی ولی فقیر رو گیج کرد و به پرت و پلاگویی انداخته. این هم تلاش صالحی برای کسب عنوان شاخدارترین دروغ هفته. ما تناقض در موضع گیری هامون نبوده. در سوریه اعلام کردیم که برخی ها به دنبال خواسته های مشروعی هستن. در سوریه دولت اومده گفته من حاضرم این کارو بکنم. تقریبا بازنگری در قانون اساسی انجام شده. خیلی قانون اساسی مترقی رو اینها تدوین کردن و ظرف مثلا یکی دو ماه آینده این قانون رو به چیز میذارن، به رأی مردم خواهند گذاشت. خب وقتی که خود دولت داره این کار رو میکنه، دولت معلومی که الان داره حکومت میکنه و داره این کار رو میکنه و گفته من آزادی احزاب رو میذارم و گفته انتخابات میذارم و گفته قانون اساسی رو عوض میکنم و همه اینها رو داره قولش داده و داره عمل میکنه، چه اصراری هست که این دولت رو بردارند، به قول معروف معلوم رو بدند، مجهول بخرند؟ چرا؟ چون که اگر این حکومت در سوریه بره چه چیزی میخواد جایگزین بشه؟ آیا کسی میداند چی میخواد جایگزین بشه؟ بشار اسد و سید علی مثل دو قلوهای به هم چسبیده‌ای هستند که آیندهشون حکایت این گربهه و این موشه است. مفی come here. Turn off the fan. It's not funny. Come back here.
در مشنگستان این هفته حاج آقا مکانیک تصویر جدیدی از ماشین نظام بهمون ارائه میده. برای بعضی از جوانای مثال میزنم، بعضی تویوتاها داشتیم زمان جبهه و جنگ از خط برمیگشت، میدیدیم بدنه این تویوتا مثل چلوصافی سوراخ شده، بس که ترکش خورده ولی داره راه میره چون موتورش سالمه. این نظام خیلی ترکش خورده از بیرون و درون ولی داره راه میره مردم. از اونجایی که تو منطقه دوره اسقاط دیکتاتور هاست، ماشین اسقاطی عظما هم با این سکاندار تصادفی و موتور یاتاقان زدش به زودی زود به این وضعیت دچار میشه. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That was cool. در این وضعیت بحرانی نظام و خبرهای ناگواری که برای ولی فقیه میاد، دل بسیجی ها مثل سیر و سرکه میجوشه و با هر ضربه‌ای بپر میکنن. یه چیزی تو این مایه ها.